بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. امروز 3 سرطان 1403 که بیل رو وارد دومین روز شده که در حال سنگچینیه. یعنی قسمت بند را سنگچینی ده که انجینیر صاحب 3-4 روز پیش آمده بود، رنگ کرده بود، نشانی کرده بود، قسمت را شروع ده سنگچینی را در حدود 7-8 متر عرضش چینده. قف بند فعلا در حدود 3-4 متر 3 قطار سنگ چینده که کارگرها از این بالاها سنگای خورد می اندازه و کار ادامه داره. تشکر از دوستا، از خیرین، از تمام کسایی که ما را تا حالا تشویق کردن، حمایت مالی کردن. به هر نحوی سلامت باشید، زنده باشین. تشکر از همه دوستا.